کنیم با این دکمه یک یادتون باشه الان ما تصویر واسهتون تنظیم کنیم ببینیم چی میشه. خیلی بس کم رنگه. بذاریم آره بهتره. همون چقدر بزرگیه. مشکل دارم مثل کیس داره که توشه گرم این تصویری از کجا تنظیم کردی؟ این دکمه یکم بزنین همه رو تغییر میده. من میخوام ببینم اون تصویری که میخوان اول بهترینش رو بگیرم بعد یه سری تنظیمات دیگه هم روش انجام بدم. اینجا باید اون روشن و چیشه تاریکش. این الان خوبه. این خوبه؟ این خوب دو صفحه. ما الان دوگلاسی میخوایم ببینیم. یک چیزی بود شما؟ دو چیز گذاشته بود. اون خانم دکتر فقط ورده، یعنی ربطی به تنظیم چیزی نداره. اون فقط کلمه‌شه. همین که آورده بودم یعنی دوگلاس. محیط‌های خاصی رو برای ما واضح‌تر نمی‌کنه. نه اون ربطی به اون نداشت. اون فقط وردش بود. الو جانم عزیز هم کن جان. نه اون یه چیزی بود که تخمدان جدا بود، رنگ جدا بود. میدونم اونا فقط به صورت دیفالت تعریف شده بود، فقط به صورت کلمه. نه چیز مثلا به تصویرتون نمیخوره. اون تعریف شده که اون ورد و برای راحتی شما تعیین شده که بذارین اونجا. خب الان می‌خواستم اینا رو چیز کنیم. فریز می‌کنین، پرینت می‌خوام بگیرین. اندازه بکنیم. این دیستنس‌های معمولیتونه. این بود. بله. میاریم بعد ست. اون دیگه نیاز نیست بزنیم پشت سرش. ارزش میخوام بگیرم. نه میدونم همون دومیش آماده اندازه‌گیری هست. الان بزنین میره برای سومی. میبینین آماده شد. اون آماده. دیگه نیاز نیست 3 دکمه بله. خب فیکس اینا رو میخوایم پرینت کنیم اینجا میذارم. بله میذارم. اینو میخوام پاک کنیم اینجا میذارم. یا بزنین روش. بعد پاک بشه. الان فرض کنیم که بی پاریتاله. میخوایم بی پاریتال اندازه بگیریم. با بی پاریتال میخواستم اندازه یکی باید بزنم. بعد اینو بیارم اینجا. بعد میخوایم اینو پاک کنیم اینجا باید بزنم. پاک میکنین گرفت پاک میشه بعد این تو حافظش میمونه دیگه. نیو پیشین یادتون باشه. یه چیزی بعد این پیشین که بزنم این اندازه نگه میدارین. نه نگه میدارین. یک بار اول نگه میدارین جدولی که اومد دوباره بزنین. همین. یه چیزی خواهم که من یادم رو بهتون بدم. دستم نیاز نیست اینجا نگه داریم. یه بار بزنم اولی رو نگه دارین. همین که اومد دومی یه بار دیگه بزنین. دیگه